رضا اکبری واقعا دستش در نکره، مال پرسر واقعا دستش در نکره. مرد با حلال اصلا خیلی تشکر کرده. قربانش اکبری سلام علیکم. بله واقعا من چند سال الان اینجا برنج میارم، واقعا تشکر میکنم از شما. دمالولش مثل علک زده است، حرف نداره. واقعا راضی ام آقای از علیرضا اکبری. جوتون چند درصد ری میده اینجا؟ 60%، 61%، 62% هم از اینجا بردم. واقعا دست شما در نکنه. بنده کشاورز شاندرمن و موصل هستم. 3-4 هکتار زمین کشاورزی دارم. او رو همیشه میارم کارخانه برنج‌کوبی تالش که واقع در سیامرگ. درصد بالایی هم رای داده، بسیار خوب است، هم کیفیت محصولش خوب است، هم کیفیت پختش. من راضی هستم، هر ساله هم همینجا میارم. خلاکو اجاقی هستم از روستای کیشخاله و به نصرای شاندرمن. تقریبا در 12 ساله برنجه. واقعا هم راضی هم از دستشون در نکنه. بهترین برنج علک زده روستای ما. مرسی. احتیاج به علک زده هم نداره. خوردن نداره. مثل عکسگیری چه یادم مثلا